در شهر خباروفسک روسیه مسافران را از اتوبوس فرآوردند تا رانندگان بتوانند نماز خود را بخوانند. در این باره در اینستاگرام سامانه محلی خبر رو با نشر ویدیو یک شاهد حادثه خبر داد. این زن لحظه را ثبت کرده است که از او و مسافران دیگر خواهش میکنند که برای چند دقیقه از اتوبوس برآیند. راننده اتوبوس که مسلمان گفته می شود به مسافران گفته است که آنها باید نماز خوانند. چه گپ است؟ چرا ما باید بیرون برآییم؟ میپرسد مؤلف ویدیو از بلیچین. ما باید نماز خوانیم. جواب میدهد او شما باید نماز خوانید، پس ما باید چه کار کنیم؟ بحث میکند با بلیچین ساکن خباروفسک و وقتی بیرون میبراید ازدحام آدمان را میبیند که از یک اتوبوس دیگر پایینشان کردند. این حادثه روز جمعه تقریبا نیمروزی روی داده است. در ویدیو دیده می شود که مسافران را از اتوبوس رقم 5 فرآوردند و اتوبوس رقم 10 و باز یک اتوبوس دیگر نیز مسافرانش را می‌فرارد. بنا به اطلاع نشریه KR رو یک راننده را برای این کار علیه اسکار پیش کردند و حالا تفتیش ادامه داشته بر اساس نتیجه های آن روز 13 سپتامبر تصمیم گرفته می شود. اکثر رانندگان اتوبوس های جمعیتی را در خباروفسک مهاجران از کشورهای آسیای میانه تشکیل میدهند. ماه دکامبر سال 2019 پلیس خباروفسک در جریان یک رید دهها تن از رانندگان بعضی اتوبوس‌های این شهر را بازداشت کرد. صبح دیگرش دهها راننده به کار برآمدن نتوانستند و در شهر بحران نقلیاتی روی داد. کوچه‌ها لبالب از مردمی شد که به جای کار به مکتب یا به جایهای دیگر دیر می‌کردند، ولی اتوبوس و حتی تاکسی و مشروط که نیافتند که آنها را به جای ضروری برساند.